سلام. فشار شکنی که ارسال شده به دفتر آزمایشگاه مهندسی تاوان کنترل دقیق ملاحظه میکنید. این فشار شکن به طوری عمل میکنه که ما حالا فشار 390 باری که روش گذاشتیم روی فشار 268 بار الان شکسته. از اسپیلش خروجی میده، اضافه فشار رو از خالی میکنه. ملاحظه میکنید ما هرچی فشار رو بالا میبریم فشار تو همون رنجی که ما تنظیم کردیم به وسیله والو باقی میمونه، مگر اینکه والو رو ما افزایشش بدیم به سمت مثبت میل میکنه و فشار خروجیمون نزدیک میشه به فشار ورودیمون. ما فشار رو افزایش میدیم به رنج 100% که همون 680 بار میرسه. ملاحظه میکنید 450 بار فشار استیبل میشه و بیشتر از 450 بار هم خروجی به ما نمیده.